سلام. اگه تا حالا از این پیتزاهای نیمه آماده تست نکردی، این پست برای توه. اولی پیتزای رویال کاپو ژامبون گوشت و مرغه. قطرش 21 سانت بعد پخته. زمان پختشون هم 15 دقیقه توی فره. قیمتش 134 و 500 بود. به قدری تلخ بود که همون گاز اول انداختم بیرون. انقضا هم داشت ولی نمیدونم چرا این مزه‌ای بود. دومی پیتزا رویال برند 202، اونم ژامبون گوشت و مرغ بود. قطرش بعد پخت 25 سانت بود. قیمتش هم 136 تومن. نونش خیلی نازک بود. توی 15 دقیقه پنیر خیلی زود قرمز شد. روش زیتون هم داشت. طعمش معمولی بود، پرپنیرم بود. سومی پیتزا چیکن استراگانوف برند کاپو. قطرش هم بعد پخت 22 سانت. قیمتش 164 و 500. مرغ طعم خاص و زیادی نداشت. مزه پنیر و نون پیتزا خوشمزه بود. حجم مرغ هم زیاد نبود. آخری هم نون سیر کاپو هستی 380 گرم 2 عددی. قطرش بعد پخت 22 سانت شد. قیمتش هم 116 و 500. طعم سیر کم بود. نون خیلی نازکی داشت. روغنی بود تا حدودی. بوی سیر و سبزی معطر هم میداد. حالا به نظرت این پیتزاها با این قیمت ارزش خرید دارن؟